همونطوری که میدونید این مدال‌های چشم نظر خیلی این روزا ترند شدن و خیلی روی بورس هستن. اندازه و طرح‌های مختلف دارن، به شکل چشم هم موجود هستن. توی این پست میخوام روش ساخت قاب این مدال‌های چشم نظر رو به شما توضیح بدم. حتما به نکاتی که توی ویدیو گفته میشه توجه کنید، چون انواع روش ساختش و نکات قوت و ضعفش رو به شما همه رو توضیح میدم و بهتون نشون میدم که توی این مدلی که من دارم میسازم، چون به سفارش مشتری هست، چه ایراداتی میتونه داشته باشه و شما چجوری میتونید اینو بسازین که ضخیم‌تر، محکم‌تر و یا کارآمدتر باشه. مرسی که از پست‌های ما دیدن میکنید. نظراتتون توی کامنت بگین. شما اگر چیزی به ذهنتون میرسه، اگه ایرادی داره این مدل و شما روش بهتری سراغ دارین، حتما اون رو توی کامنت ها بهم بگین. این ویدیو رو سیو کنید و لایک کنید و از ما حمایت کنید. خیلی ممنونم. متشکرم. در ابتدای کار باید تصمیمتون رو نبرد، ضخامت دلخواهتون در بیاد. ضخامتی که من اینجا در نظر گرفتم، چون مشتریم خیلی نازک میخواست و خیلی سبک میخواست در بیاد، ضخامتش رو 15 گرفتم، ولی شما حالا نسبت به درخواست مشتری میتونید ضخامتش رو اندازه دلخواهتون بگیرید. توی ورقهایی که دارین نازک میکنین، حواستون فقط باید به مرحله تابوندن اون باشه و به موقع تابونده بشه که کارتون کنارهای کارتون خوره نگیره. بعد از نورد کردن، دایره های زیر مدالتون که به صورت آویز هست رو با دستگاه لیزر میبرین یا با اره کاری اونها رو خارج میکنید. بعد از اینکه برش ها رو انجام دادین، تسمه رو از لای گیره خارج میکنین و برش هاتون رو حالا اینجا که به شکل دایره هست از داخل تسمه خارج میکنید. اگر دقت کرده باشین، یک سوراخی بالای این دایره ها ایجاد شده که برای اینکه حلقچه از اونها رد بشه. اون سوراخ ها هم داخل دایره. بعد از این مرحله نوبت میرسه به ساخت قاب دور سنگتون. ضخامت سنگتون رو با کلیس اندازه میگیرید و به همون اندازه یک مقدار خیلی جزئی بیشتر از روی ورقتون میبرید. البته من اینجا یک مقدار جزئی گفتم بیشتر، چون من نمیخوام این مدل رو قابش رو جوری بسازم که روی سنگم بیاد، چون اون موقع باید زیره هم میذاشتم و چون اینجا زیره ندارم و ضخامت کار هم خیلی نازک است، بنابراین اندازه درست دور سنگ میگیرم این ضخامت رو. همونطور که گفتم، روش اصولی ساخت این قاب ها اینه که زیرش رو یک زیره قرار بده. یعنی وقتی که این دور رو الان ببینید داخل تصویر هم من دارم این قاب رو جوش میدم، نقاط اتصالش رو. ولی اصول کار این هستش که بعد از اینکه این رو جوش دادین، زیرش یک زیره قرار بدین و کار خب اونجوری استحکامش بیشتر میشه و روی با باسمه روی سنگ خم بکنین و اصطلاحاً اون سنگ رو بگیره اون دوره های رکاب. ولی چون من اینجا نمیخوام زیره بذارم، بنابراین اضافه هم نگرفتم دورش رو. اینجا کار جوشکاریمون تموم میشه وقتی که این رکاب رو جوش دادین و بعد باید داخل قالب انگشتر گشاد کن یا انگشتر سایز کن اون رو به حالت کاملا گرد در بیارین. البته رو میل انگشتر هم میشه، ولی خب با انگشتر سایز کن بهتر هست. توی جوشکاری باید خیلی دقت کنین که لحیم اصطلاحاً داخل کار بدوه، یعنی درز رو کامل بپوشونه و از پشت و جلو باید نگاه کنید. خب اینجا کار جوشکاریمون تکمیل میشه و میرسیم به مرحله بزرگ کردن این قاب و کامل گرد کردنش. البته من وقتی که تسمه رو اندازه میگرفتم، اندازه 1 میل کوچک دور سنگ گرفتم که بتونم با این یک مقدار بزرگش کنم و درست اندازه دور سنگم در بیاد. اینها تکنیک هایی هستش که حالا ریزه‌کاری هستش که رعایت کنین، کارتون خیلی قشنگتر در میاد. در مورد حلقه سایز کن هم من پیشنهاد میکنم که از مدل پله‌ایش استفاده کنی. حالا من مخروطیش رو دارم، ولی پله‌ای‌ها خیلی بهتر هست. اینجا هم دارم حلقچه میپیچم با مفتول در 45. البته اصولیش هستش که با درل پیچیده بشه، ولی من حالا چون تعداد کم میخواستم با دست این رو پیچیدم و بالا با انبر و اینا مدلش رو حالتش رو درست میکنم. بعد از اینکه این حلقه ها رو دور زیر پیچ پیچیدیم و قیچی کردیم، باید به اون دایره ها وصل بکنید، همون دایره هایی که زیر کارتون به صورت آویز هستش. بعد از اینکه وصل کردیم، من کل اینها رو وصل میکنم. باید به قاب دور جوش بخوره. نکته که اینجا باید بهتون بگم، وقتی که حلقچه ها رو داخل این دایره انداختین، درز حلقچه ها رو با یک لحیم خیلی ریزی جوش بدین. درزشون وقتی که بسته باشه و جوش بخوره، اون لحیمش باعث میشه که وقتی که به
قاب این دور میخواین اون رو جوشکاری بکنین راحت تر بچسبه. البته شیره درستم خیلی تاثیر داره. همونجور که میبینین من دارم به این قاب دور سنگم شیره میزنم و بعد لحیم رو میذارم روش. وقتی که شیره رو زدین یک مقدار کوچیک حرارت بدین که اون ببینید شیره به چه شکلی و کجا قرار گرفته و اینکه لحیم راحت تر میچسبه. بعدش این حلقچه ها رو تنظیم بکنید و جای مناسبشون قرار بدین و جوشکاری رو شروع کنید. همونطور که گفتم ضخامت این ورق من 15 هست، یعنی اصطلاحاً در 15 هست و من 45 هست، یعنی هم مفتولم نازکه هم قاب دور سنگم و من اینجا دارم با یه آتیش ضخیم این کار رو انجام میدم. حالا اصولیش این هستش که با آتیش خیلی ریزتر و با اسمیتایی که سریع ظریف دارن این کار رو انجام بدیم. البته خب حالا حمله بر خودستایی نباشه، ولی خب من تسلطم رو آتیش خوب هست و میتونم اون رو کنترل کنم و با این آتیش ضخیم جوشکاری انجام میدم. البته اگه جوشکاری خیلی ظریف باشه و جاهای خیلی ظریف باشه با این آتیش نمیشه جوش داد. من هم نمیتونم جوش بدم، هیچ کس دیگه هم نمیتونه جوش بده و باید آتیشتون متناسب با اون قطعه‌ای که میخواین جوشکاری میکنین باشه. خب بعد از اون مرحله هم وقتی که آویزهای پایین رو جوش دادین نوبت میرسه به حلقچه بالای قاب که زنجیر از داخل اون رد میشه که من اینجا باز اون مفتول 45 استفاده کردم که در تصویر میبینید برای اینکه کارم خیلی سبک‌تر بیاد، چون حالا مشتریمون خیلی سبک میخواست. بعد از اینکه جوشکاری انجام دادین مطمئن بشین که اون حلقچه ها به حلقه نچسبیده و اصطلاحاً لحیم داخلش نرفته. بعد از اون مرحله که جوشکاری انجام دادین کار رو ذوب میکنید. این ذوب باعث میشه که شیره ها از بین بره و روی کار تمیزتر در بیاد. بعد از اینکه ذوب کردن قطعه تموم شد قطعتون رو خوش میکنین و داخلش رو پرداخت میکنین. همونجوری که میبینید من با فرز و سری نمدی این کار رو انجام میدم. اینجا مدل من خیلی نازک هست و من توی دست که میگرفتم احتمال خم شدنش خیلی زیاد بود، پس باید خیلی با احتیاط این کار رو انجام بدین اگر قابتون رو نازک گرفتین. خب بعد از اینکه داخلش رو پرداخت کردین نوبت میرسه به رویه کار. روی کار رو هم پیشنهاد میکنم از این میل انگشترهای چوبی استفاده کنین که خیلی راحت است هم برای انگشتر هم برای این نوع قاب ها. فقط توی کارهایی که خیلی نازک هستن مثل همین کار من دقت کنین که خیلی فشار نیارین، چون هم حلقه ها نازک میشه و پاره میشه و هم قابتون احتمال شکستنش هست. امیدوارم که از این آموزش لذت کافی رو برده باشین و اگر از این پست خوشتون اومده لطفاً لایک کنید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. در ضمن سیو هم یادتون نره که بعداً برگردین این آموزش رو دوباره به طور کامل ببینید. ممنون و متشکرم از حمایتتون.